سلام نوبسگوی عزیز، این قسمت اومدیم یه مینی باس فایت دیگه رو بزنیم. این پای مونده بود میلولیس. آره من الان اولین بار هستم برام باش میجنگم. گوشی زب در میاد. مثل اسب پشت سر هم اتک میده. اینو ترجیحاً باید یا مثل اسب بزنی یا جا خالی بدی. جونش از اون یکی کمتر راحتر میشه. قرمز میشه 3 تا پشت سر هم میزنه. حالت عادی همطوری میندازه دیگه. ساقت مثل اسب میزنه، بد میزنه. اینو راحت تر میخوایم بزنیم بریم پشتش، یعنی که از عقب جا خالی بدیم باید بریم. آره پشتش بریم راحت تر. یه چی میزنیم همش بریم پشتش. نگاه پشت زبدر هم میاد، بتونیم اون زبدر رو بزنیم دمش بدتر میاد. زبدر که از 50 هر چیز. ای توفت. ای توفت. پشتش برین یه 2 تا پشت سر هم میشه، یعنی یه اینطوری بزنین 1000 تا دمج میکنه. بریم پشتش هم دیگه حملاتش متوقف میشه راحت. این سلاح هم بگه انصافا چیز خوبیه. من از وقتی گرفتم همین باز فایت ها رو زدم کمتر مونده. کثافت توف توی اون. یا آی بای یا فت. بیا اینجا دیگه. بیا وجود بیا. برقم تو چشم. بیا. جا خالی. توف. توف درو. توف. ببین توف درو تو عملا میذارم. بیا. توف. جا خالی. توف. جون کمه دیو. کثافت مرس. بیا به همین راحت. اون نقطه جون نگاه نکنید دفعه اوله. خب اینم آموزشی کشتن این بنده خدا. از ترس اومد زد رو جنگید ما. این در پشتی چیز دیگه اون باس فایت آهنیه. خب اینم که بهتون کشتیم. تا آموزشی دیگه لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار. 70 روزه که